Okay. Tajikistan! Hafiz! Tajikistan! Hafiz! Tajikistan! Hafiz! سلام و درود گپویان دوستان، اینجا کنفرانس هست. اکرم جانو روز جهانی فوتبال که در سراسر تاجیکستان تحلیل کرده شده است و برگزار می‌گردد و در نزد شما قرار دارد در واقع باش به نفع مردمی که به نحو نیازمند هستن اختصاص داده میشه. این بازی در روز جهانی فوتبال برگزار میشه به دعوت شما و بسیار بسیار خرسندم از اینکه با دوستان خواننده و بازیگر از اینجا هستیم و من خودم یه روزی برای این تیم بازی می‌کردم از 25 سال پیش. امروز به عنوان مربی این تیم و مدیر این مجموعه هستم خدمت شما. امیدوارم که اتفاق خوبی بیفته. امیدوارم تماشاچیهای خوبی هم بازی رو نگاه کنم و بسیار متشکرم. بسیار خوشحالم از اینکه در کنار مربی بزرگی سرای شکر نشستم و که اینجا هستم، در خدمت شما هستیم. برای ما در ایران برادران و خواهران تاجیکستانی برادران و خواهران خودمون حساب باشیم و پیشینه فرهنگ و تاریخ ما رو به هم نه که نزدیک میکنه بلکه یکسان و طی سالها و قرنها ما به دلیل جو جغرافیایی اصلا دور افتادیم. هدف از برگزاری بازی امروز هرچه بیشتر نزدیکتر کردن این دوتا ملت به همه، این دوتا فرهنگ به همه، اینی که ما به یاد هم هستیم، همیشه مثل یک خانواده با هم خواهیم بود. هدف ما از این مسابقه برد یا باخت نیست، هدف ما این هستش که بتونیم هرچه بیشتر با برادران و خواهران تاجیکمون ارتباط برقرار بکنیم، با هم کارهای مشترکی انجام بدیم در حوزه سیاحتی، در حوزه گردشگری و همونطور که آقای جوادی فرمودن و برگزاری همین روزی جمعیت کردن همین نفرانی با دولت ایران دوست و برادر همفرهنگ و مقصد در چیز و نقشه‌های جمعیت در برگزاری چنین مراسم کنند. تشکر دوستان خوب. السلام علیکم. مقصد از برگزاری مجموعه شورای دنیا این است که متحد نمودن نفرهای سینما، ورزش و سیاحتی که فوتبال یک وسیله است، یک ورزش است و یک نمود اسپورت است که آدمان رو قلبان رو متحد می‌کند. چطور میتونه ایونت های این چنینی در آینده کمک کنه به تبادل بیشتر گردشگر بین ایران و تاجیکستان؟ میدونم که برنامه‌های خیلی خوبی در آینده قرار برگزار بشه، مانند شاهنامه خوانی ها و مولانا رود یا این چنین موارد. خواهش من از شما این هستش که تأثیر ایونت های این چنینی مانند روز جهانی فوتبال یا ایونت هایی که در آینده داریم روی تبادل گردشگر بین ایران و تاجیکستان رو عنوان کنیم. متشکرم. عرضم خدمت شما که همونطور که در آخرین دیدار رئاست محترم اتکری شده. اون پرچم رو تقدیم میکنه. چون پرچم رو ما تو که تاجیکستان می‌بینیم. ولی ما که نمازا ناتاشون کردیم. اسکیل پشون می‌کنیم. اسکیل پرچم یا اداری مسابقه است. اینجا داریم. مردم جمع شده، مردم جمع شده، مردم از اینجا. هوپا هوپا هوپا. لا 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 لا. اینجا دارم. Vamos, photo. Opa! But this! Hey! Max! Max, make photo with him. This is a fantastic play. Wait. اینجا Vamos, photo خیلی عکس دوست دارم. اوه! معلم جان زنده بود. زنده بود.
Gamze poi modestano. I see the face when I give the hands. They're like this. Ah, we will kill today. Oh, boys, we are Tajikistan. Max, tell them what we do before we go in the game. Jak dasta Tajikistan. Okay, but emotion, hey boys. They must be afraid from us, please. Jak dasta Tajikistan. نگاه با ما باشم. در این جای. خلاصه دوستان عزیز 3 و 4 مهمانا غالیبت به دست آوردن. هم مهمانا حرمت کردن در کورک مهمانا را حرمت کردن. 3 و 4 دوید عالی Thank you very much. سلامت باشید تاجیکستان. Bapesh. زنده باشید. Okay.